دختری که با 4 پای و 2 ستون مهره به دنیا آمده بود، بعد تبابت در امریکا به وطنش، کشور افریقایی ساحل اوج یا خود کات دیوار برگشت. این طفل که دومینیک نام دارد، 8 مارس در شفاخانه چیکاگو یک عملیات 6 ساعته جراحی را پشت سر کرد که در رفت آن طبیبان 1 ستون مهره و 2 پای پرازیتش را از تن جدا کردند. من هیچ باور نداشتم که امروز دخترم را بازپس میگیرم. این یک معجزه است. سپاس از جراحان که این کار بزرگ را انجام دادند. سپاس به مردم امریکا که به طفل من کمک کردند. بعد از عملیات دومینیکا 2 ماه را در یک عائله میزبان امریکایی در زیر نظر جراحان گذرانده، حالا به وطن برگشت و امکان دارد اولین زادروزش را در کنار نزدیکانش جشن گیرد.